حدیثی 86 میخوانیم، بعد به سوالهای دیگر را جواب میگوییم. حدیث کمتر دراز است، بنابراین برادر عزیز کم کم میخوانم، همش نمیخوانم. مقصد حدیث رو پر نخوانده، کم کم خوانده شرح میدیم. امام بخاری گفتن که حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا وهیب قال حدثنا هشام عن فاطمه عن اسماء رضی الله عنها قالت اتيت عائشه وهي تصلي. حضرت اسماء بنت ابی بکر، اسماء دختر ابوبکر، به نزد عایشه آمدم و حالا که عایشه نماز میگذاشت. گفتم اسماء خواهر بزرگ حضرت عایشه است، لیکن اینا شقیقه نیستن، یعنی مادراشون دیگر است. به نزد عایشه آمدم حالا که عایشه رضی الله عنها نماز میگذاشت. فقلت ما شأن الناس، گفتم که به آدمو چی شده است، چی گپ است؟ فاشارت الى السماء، حضرت عایشه که نماز میخوندن به آسمان نگاه اشاره کردیم، چون که وهی تصلی گفت، حالا که حضرت عایشه نماز میگذاشت به آسمان اشاره کردیم. فاشارت الى السماء، به آسمان اشاره کردن. فاذا الناس قیام، ناگاه به مسجدم از خانه حضرت عایشه نگاه کرده میشد از شیفت، اگر بالاتر نگاه کنید ناگاه مردم در مسجد نماز میخواندند. فقالت سبحان الله، گفت که سبحان الله، الله پاک است، یعنی کلمه‌ای که در وقت تعجب گفته میشد. قلت آیه، این یگان علامت است. فاشارت برأسها ای نعم، حضرت عایشه به سرش اشاره کرد که بله، مقصد این یگان علامتی از جانب الله تعالی هست. کسوف در نظر دارم. فقمت حتی تجلانی الغشی، من خستم تا اون وقتی که مرا بیهوشی فرا گرفت. یعنی بعد اینکه بیهوش شدن یا مراتبه، حضرت اسماء میگن بعد از جایم خستم. فجعلت اصب على رأسی الماء، به سرم آب میریختم بعد اینکه هوشیار شدم. فحمد الله النبی صلی الله علیه و سلم و اثنى علیه، پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند به الله تعالی حمد و ثنا گفتند و به الله تعالی حمد گفتند و ثنا گفتند. ثم قال، صفت کردند که ما من شیء لم اکن اریته الا رأیته فی مقامی حتی الجنة والنار، یا اینکه حتی الجنة والنار. خب هر دو قرائت هم اومدگی است. ما من شیء، چیزی نبود که پیشتر من ندیده بودم مگرم در همین مقامم حاضر، یعنی در بالای منبر ایستاده گفتن که جنت و دوزخ دیدم. یعنی پخش مستقیم. خیلی که مثلا یک آدم خودش در مکه می ایستد و در پخش مستقیم خطای میبیند و گپ میزند. مثلا من از پیشین مردم دشوارتر بود فهمیدنش، برای مردم. برای ما که آسان است. در یک جامعه ایست در رو براتون در یک اکرانی کلان در کار شاید اکرانی که مثلا 6 به 12 یا از این هم بزرگتر میبینید. پیامبر صلی الله علیه و سلم من در همین مقامم ایستاده هر چیزی که تا امروز ندیده بودم دیدم، حتی جنت و دوزخ دیدم. از بالای منبر ایستاده جنت و دوزخ دیدم. فاوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم، برای من وحی اومد، روز خبری آسمان اومد به واسطه حضرت جبریل علیه السلام که شما در قبرهاتون به فتنه گرفتار میشوید، یعنی به امتحان. الله تعالی شما رو امتحان میکنه در قبرهاتون. مثل او قریب، لا ادری ای ذلك قالت اسماء، راوی میگوید که یعنی فاطمه، من نمیدونم که اسماء کلمه مثل را گفت یا که قریب را، هر دوشان مرادف است، لیکن ترسیدم. نمیدونم که حضرت عایشه کلمه مثل را استفاده کرد یا کلمه قریب را. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که شما در قبرهاتون مثل فتنه دجال امتحان کرده میشتون. فتنه دجال از همه بزرگترین فتنه از روزی که الله تعالی زمین و آسمان را آفریده تا روز قیامت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ما بین خلق آدم الی قیام الساعه، ما بین خلق آفریده شدن حضرت آدم تا قیامت قایم شدن فتنه نیست که از فتنه مسیح دجال بزرگتر باشد. آدم پیش دجال رو میبرد مسلمان بود، گشته میبود کافر، دینش بای میدهد، نعوذ بالله، به واسطه واخوردن این فتنه.
این فتنه بسیار وزنین است. الله تعالی در پناهش نگاه داره. بنابراین در 5 وقت نماز پیامبر صلی الله علیه و آله من فتنه مسیح دجال، از فتنه مسیح دجال پناه می‌جوید، بعد سلام می‌دادن. و ما من نبی الا حذر امته من، یگان پیغمبر نیست که امتش را از فتنه مسیح دجال نترسانیده باشد. حتی پیامبر صلی الله علیه و آله هم چنان ترسانیدن که صحابه فکر کردن که از دجال همین بین خرمزار میبرد. بعد گفتن که نه، گفتن اگر دجال براد و من باشم فانا حجیجه دونکم، من خودم گفتن مسئلهش حل میکنم، شما پروا نکنید. لیکن اگر من مرده باشم و دجال براد فکل امرئ حجیج نفسه، هر یک آدم خودش دجال کدی حساب کتابش میکنه. گفتن یا رسول چیکار کنیم دجال براد؟ گفت فقولوا حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل گوید. اون دعایی که حضرت ابراهیم وقتی آتش پرتافته شدن گفتند و نجات یافتند، دعایی که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که تمام احزاب بر ضدشان جمع شد گفتند و نجات یافتند، همون دعا را گویید هم گفتند. خلاصه فتنه مسیح مثل فتنه مسیح دجال، یا قریب که مثل نزدیک به فتنه مسیح دجال هر یکی شما در قبرش امتحان کرده میشه. یعنی فتنه مسیح دجال هم خیلی فتنه ای که آدم سوال و جواب میشد، کافر میشد. بنابراین نروید تا گفتن. اگر فهمید که دجال به دیار شما اومده است، غیر مکه و مدینه به همه جا میدراید. در آمد مکه و مدینه فرشته ها محاصره میکنن مکه و مدینه رو، در آمدن دجال رو اجازت نمیدن. لیکن در دیگر شهرهای دنیا به همه جا میرود. از شهر اصبهان 70,000 پیرو پیدا میکند دجال. همین گونه تمام شهر و ناحیه های دنیا رو در مدت 40 روز که یکم روزش مانند 1 سال است، دوم روزش مانند 1 ماه است، سوم روزش مانند 1 هفته است، باقی مانده 37 روزش مانند روزهای عادی است. یعنی در همین مدت تمام دنیای میگردد. اگر شنوید که دجال به دیار شما آمده است، بارو نبرید با واخورش، چون که احتمال است که شما میرید مسلمان میگردید کافر افتاد. چون که وای شما قانع میکنه، میگه که من خدا میگم. شما میگید که دروغ میگوید، تو خدا نیست. میگه خیلی چیکار کنم برای خدا بودن و اثبات کردن چیکار کنم؟ گوید فلان کار کن. گوید اون کاری گفته که تو نمیکنه در جاش. میگوید راست گفتی. 2 بار 3 بار امتحان میکنید، هر چی که گفتید اجرا میکنه. بعد احتمال است که بنده به اون ایمان بیارد. یک امتحان تقدیر ساز، یا آدم دوزخی میشد یا جنتی میشد. بنابراین مثل فتنه مسیح دجال شما در قبرهاتون امتحان میشید. هم گفتن هر یک آدم ناوابسته از تخصصش، شما فیزیک هستید، خیمیک هستید، سیاستمدار هستید، تاجر هستید، عالم حدیث هستید، عالم فقه هستید، عالم عقیده هستید، کدام طب هستید، طبیب هستید، هر یک آدم روز قیامت از غیر تخصصش پرسیده میشد. گفته میشد که یقال ما علمک بهذا الرجل، نسبت این مرد چی علم داری؟ این مرد رو میشناسی؟ نه، علم مرد شناسی، تاریخ، علم نسب شناسی، هم دین. ما علمک بهذا الرجل، چی علم داری نسبت این مردک؟ فاما المؤمن او قال المؤمن لا ادري بأيهما قالت اسمعوا. ببینید محدثا چه خیلی احتیاط میکردن. اما مؤمن باشد یا اینکه موقن باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله نمیدونم که مؤمن استفاده کردم، موقن رو استفاده بردم که من از زبان اسماء همین شک و شبهه که فهمیدم. نمیدونم که اسماء کدومش گفت. موقنم آدمی که عمیق میداند، یقین دارد. مؤمنم آدمی که ایمان دارد، باوری دارد. هر دوش یک معنا است، لیکن نمیدونم که پیامبر صلی الله علیه و آله کدومش استفاده بردم. فاما المؤمن، پیامبر صلی الله علیه و آله این سوال به همه داده میشد. این مرده که دربارش چی میدونی؟ گفته میشد آدم مؤمن میشد که فیقول هو محمدون، این مردک نامش محمد است، هو رسول الله، وی فرستاده الله است. جاءنا بالبینات والهدى، به نزد ما آمد با دلیل های بینات روشن و هدى عمل صالح، علم نافع، عمل صالح با چیزی روشن، با نور، با هدایت به نزد ما آمد. فعجبنا و اتبعنا، ما او را اجابت کردیم، خوب گفتیم، و اتبعنا پیروی کردیم. هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثا، او محمد است، او محمد است، او محمد است. شخص مؤمن جواب میداد. فیقال نم صالحا، پس برای گفته میشد که خواب کن در قبرت.
قد علمنا ان كنت لموقنا بها. ما میدونستیم که تو هم خیلی جواب میگردانی و جوابات یعنی جوابای عمیق بود، یقین داشتی تو، باوری عمیق داشتی. و اما المنافق و ابی المرتاب، اما منافق باشد یا آدمی مرتاب، ریبدار، شکدار باشد، لا ادری ای ذلک قالت اسماء، نمیدونم که اسماء کلمه مرتاب را استفاده کرد یا منافق را استفاده کرد. فیقول لا ادری، یعنی منافق این شکی راوی هست. در دیگر نسخه ها منافق اومده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم که اما منافق باشد فیقول لا ادری، نمیدونم میگه. سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، آدم های شنیدم یا چی میگفتم منم گفته بودم. در بعضی روایات ها میگفت، ها میگفت. معنای ها همین که مردم تاجیکی ما که ها نامش در نوگی زبانم میگوید کو ها میگوید. یا آدم شناس هم کورستان یا هم صنفتان گاه ها میبینید نامش فراموش میکنید. میگوید نامش چی بود ده میگوید. میگوید آدم منافق این مرده که نامش چی بود من میدونستم، میگوید به زبانش نمیبیاد. این مختصر درباره آن سوال و جوابی که در قبر گفته میشد که پروردگارت کیست، دینت چیست، پیغمبرت کیست، سوال داده میشد. و این سه اصل بزرگ است. باید بنده پروردگارش را و دینش و دین مقدس اسلام و پیغمبرش حضرت محمد علیه السلام را خوب شناسد. خب برادرای عزیز، این حدیث برای چی امام بخاری در کتاب علم آورد؟ برای آن که در باب اشاره مفتی گفتن. حضرت عایشه وقتی که نماز میخواند یا آدم یعنی خواهرش اسماء وقتی که سوال داد با آسمان اشاره کردن و اشاره برأسه النعم، این چنین با سرشون که اشاره کردن که بله این علامت است. علامت یعنی یک ترس یکی از مخلوقات الله تعالی هست. آفتاب و ماهتاب اینا علامت های دلالت کننده به الله هست. اینا مخلوقات الله تعالی هست. اینا الله تعالی اینا لا ینخسفان ولا ینکسفان لموت احد، اینا برای مرگ یگان کسی و برای تولد یگان کس گرفت نمیکنن، نمیسوزد. گرفتی آفتاب و گرفتی ماهتاب میکن. خسوف و کسوف به زبان عربی. آفتاب خیره میشد، تیره میشد در روز روشن. ماهتاب تیره میشد، گویا که سوخته ایستاده سیاه میشد. وقتی که همین خیلی حادثه ها میشد پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد استغفار میگفتن، نماز میخوندن تاک شده شدنش. و اینچنین مردم هم یادآوری به الله، یادآوری به روز قیامت و توبه و استغفار امر میکردن. در همین جا وقتی که حضرت اسماء مادر مومنین ها عایشه را پرسید رضی الله عنها و ارضاها را که این یگان علامتی الله تعالی است، اشارت برأسی النعم گفتن که بله. امام بخاری اینا در کتاب علم آوردن که یعنی مفتی و معلم و مدرس و فقیه گاه به سؤال مردم با اشاره سر و با اشاره دست هم فتوا میدهد گفتن، یعنی جایز است. والله تعالی اعلم. بله برادران.